سلام بچه‌ها، امروز با هم بریم آشک درست کنیم. از اونجایی که مامانم عاشق گشنیزه و ما تقریبا تمام غذاهامون با گشنیز درست میشه، آشکی که با تره درست میشه رو این دفعه با گشنیز مخلوط می‌کنیم. بریم با هم ببینیم که چی از آب در میاد. خیلی خوشحال میشم که اول لایک کنی. تره و گشنیز رو چند دفعه با دقت خوب آب میکشیم تا تمام گل و لای و خاک‌هاش از بین بره و یک آب شفاف فراوانی رو تحویلت بده. حالا میتونی همون آبو اسراف نکنی و بندازی داخل باغچت اگه داری. میریم سراغ خرد کردن و قطع قطع کردن تره و گشنیزها. پیاز رو خرد میکنیم و بعد سرخ میکنیم، فلفل بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم، آرد اضافه میکنیم، بوش که گرفته شد آب رو هم اضافه میکنیم و هم میزنیم تا به این غلظت برسه. خمیر هم درست میکنیم. چون خیلی بهم گفته بودید که مامانت خمیر رو درست میکنه، این سری خودم خمیر رو درست کردم که حرفی هم نباشه. یه گوشه میذارم استراحت کنه. بعد از درست کردن خمیر میریم پهنش میکنیم و طبق تاثیر با لیوان برشش میدیم. توی این قسمت حلوای اسپیدک و مقدار نمک رو با تره مخلوط میکنیم و میریم سراغ دیگای منتومون و کفش رو حسابی روغنی میکنیم. برای خورشتم پیاز و گوجه‌مون رو رنده میکنیم، کنارش آبم میذاریم که بجوشه. ادویه هامون رو به همراه سیر میریزیم داخل دیگ، بعد گوجه رو بهش اضافه میکنیم به همراه رو. حالا موقع درست کردن ماست موسیر با ماست اسداللهیه که با سیر و نمک و همراه ماست اینقدر هم میزنیم تا به این غلظت برسه و اینم از خورشتمون و میریم سراغ پر کردن آشک. داخل خمیرمون حالت دامپلینگ های کره‌ای و ژاپنی پر میکنیم و میذاریم داخل دیگ منتو. طبقات دیگه هم هر از گاهی جابجا میکنیم تا آشکمون کاملا مغز پخت از آب در بیاد. وقتی پخت میشینیم رو سینی و با ماست و خورش تزیینش میکنیم. به نظر خودم که مزهش محشر شده بود. اگه خوشتون اومد لایک کنید و برای دوستاتون هم ارسال کنید و کامنت کنید غذای بعدی چی باشه.